أصدقائي المشاهدين متتبع بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سبيرز توتنهام في مباراة الدورة الرابعة للإف إي كاب لموسم 23-24. 5 انتصارات لسبيرز، 3 على سكور 1. يهرب ووكر، العقدة اتحلت، العقدة اتحلت، العقدة اتحلت في وقت الكلام، ولكن اوفسايد. تسلل، العقدة ما زالت. لا 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 لا, لا. عندك عقدة، عندك سكور 1. صورة اوفسايد، تسلل مانشستر سيتي. لحظة والله كرة الشعب بانتظار الخواتيم فقط بعد 20 عام. خطيرة والدفاع سنين 3. التسديدة ممتازة والحارس توتنهام بثلاثية نظيفة. عند مايكل بوب حط الكرة حلوة، مشيت على طريقة جوليان، ولكن الدفاع ترجع كرة ممتازة. فماجر الأهداف في الملعب الجديد توتنهام في استاد ويمبلي. في الفودان شعب قوة، العوبة في ظهر الدفاع لو هربت. ووكر رجع كرة ممتازة من كواشيتش والدفاع عوداله. العب مرة الثانية فودان كيما جات، اللمسة خطيرة والجول والريت عالی. اسکار باب سمت چپ، سانت انجام میشه روی دروازه. ما هم بازی کدام به گواردیول مستقیم محوطه جریمه میاره در عرض. پاس برای ماتوکو وای میکنه دهانه دروازه خودش میاد و جبران میکنه و یه خطا رو میگیره. نزدیک بود کار بده دست تاتنهام. سرسیتی کولوسفسکی به دنبال توپ هست، ضربه سن میاره، به دنبال توپ هست اونجا ریچارد. ورزشگاه زیبای تاتنهام هاتسپر داخل محوطه جریمه 1-2 که میرفت با تیمو ورنر انجام بده. ببینیم چه زمانی با سکاوایی منچستر سیتی پاس عالی رو میندازه تیمو وردو. سیلوا رو به عقب، رودری ضربه نرم رو زد، دوباره برگشت داده میشه. اسکار باب میتونه شوت رو بزنه، اینقدر معطل کرد که راه رو برو بستن. اسکار باب با هم دیگه ببینیم اینجا رودری. اینم لحظه ای بود که شه زمین توپ رو در اختیار داره، یه پاس کاتبک، ضربه‌ای که میزنه اونجا فیل فودن پس کنار دروازه خطرناک به بیرون میره. 6 دقیقه زمان تلف شده برای نیمه اول اعلام میشه. فیک اپ از بنتانکور توپ رو انداخت جلو پای آلوارز که در همین لحظه پولتیرنی سوت پایان نیمه اول رو. کوین دی بروینه هم بلند شده و داره گرده میتونه به عرض. برناردو سیلوا یه پاسو میندازه برای فودن، پس اسکار باب سانت روی دروازه، یه موقعیت، ضربه‌ای که میزنه، چه تکلی زد اونجا میکی فاندفن. عالی کار کرد در خط دفاعی، نذاش آلوارز دروازه رو برای رودری. سانتش آلوارز به دهانه دروازه توپ رو به عقب پاس میده گواردیول و تکل خوب رو زدن اونجا بازیکنان تاتنهام. توپ رو جلو میبره، پاس رو میندازه برای برنان جانسون که از بهترین فرصت‌های راه میندازه کولوسفسکی رو، اما پورو سانتر انجام میده روی دروازه، پرتاب انجام بشه. اینجا بود که ورنر، اینجا بود که زد پای میاد گوشه محوطه جریمه. تیمو ورنر میاره در عرض، سانتی کرده برنان جانسون، یه موقعیت به دهانه دروازه پاس برای کولوسفسکی. واکر میرفت کنه اینجا، زد پای اودوگی رو، پاس رو به بازی میاد و جرمی دوکا سر رو بزنه. رومرو برخورد داشت با رودری، ضربه خطا رو بالا میرفت که به توپ برسه، سر میخوره گوشه زمین و چپ توپ رو پورو. سانت بلندش روی دروازه، خیلی جانسون ارسال روی دروازه برمیگرده. سانت روی دروازه یه لحظه اشتباه ببینیم اینجا اومد توپ رو جمع بکنه، از دستش رها شد. سانتری پاس برای اینجا بود که زد پای فودن، پای فاندفن. ببینیم توپ کورنر میره یا نه. یه فقط تعادل فاندفن رو به هم زد کوین دی بروینه برای جرمی دوکا. در مقابلش پورو حضور داره، رو جلو میبره. سانتی که میاره روی دروازه، توپ رو برفش رفته. تکل عالی از کریستیان رومرو، اما یک اودوگی. برناردو سیلوا سانتر فودن، برناردو روی دروازه اشتباه میکنن اونجا، یه ضربه و که جمع میکنه ویکاریو. درست جایی رفت که ویکاریو حضور داشت، شانس آورد. یه لحظه اشتباه، چه جایی توپ رو لو میدن. کوین دی بروینه کجا زد؟ چی کار کرد کوین دی بروینه؟ موقعیت باد آورده ای که به راحتی از دست رفت برای سیتی.
باز هم هویبرگ بود که اشتباه کرد. پاس عالی فودن چه بالای کایل واکر دقیقه 83. یه ضربه با سرعت بالا داخل محوطه جریمه، ضربه که جا بود که ضربش رو به سمت در اختیار دی بروینه هست. یه موقعیت، ضربه ای که زده دقیقه سانچو بلند روی دروازه، یه لحظه اشتباه و گل. گلو میزنه ناتاناکه. چه دقیقه ای دروازه تاتنهام باز شد. حالا حساب کار 1-0 به سود منچستر سیتی هست. یک گل بی‌نظیر. اعتقاد دارن که خطا بر روی ویکاریو باید اعلام می‌شده، اما نظر تیر